در یک مسجد رفتم یک دو ماه نماز جمعه میدادم، گفتن ملا را سیاست کرد میزنن لا اله الا الله چی معنای الله کسی که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. تطبیق قانون سیاست است. کلمه ما میگه که تو باید سیاست گپ بزنی، میگه تو به خاطر که ملا را سیاست گپ میزنی باید در مسجد نباشی. من 20 سال کشور کابل هستم، در مسجد امامت کردن نمیتونم. چرا؟ به خاطر میگه تو باید تعویضگر تایید کنی، تو باید جادوگر تایید کنی، تو باید سر مردم خاک قبرا را بخورانی، تو باید مردم بگویی به قبر سجده کن. اونو وقت باز را ما تایید میکنیم. چی کنیم دیگه؟ درس هم خواندیم والله بلا شب روز ما در خواندن اسلام است. یا الله تو شاهد است دیگه ما 24 ساعت از قرآن از سنت از این را میخوانیم. خیلی دیگه چی بکنیم؟ هم میکشن ما را، هم چادر دختر ما را با حجاب به حجاب میسازن، هم ما را از دیر بالا پایین میبندن، هم پس خود ما را متهم میکنن و سر ما تهمت میکنن و هم ما را به گند زدن نمیمونن. کی ما را به گند مانده که ما گند نزدیم؟ هم تهدید میکنن هم توکیل میکنن. ما 24 تا نگفتیم ما بکنم که آمده برای پروردگار دنیا رب العالمین تو خوب میبینی که با خاطر دین تو، با خاطر تطبیق قرآن، با خاطر سنت پروردگار ما با خاطر دین تو یک بایسیکل هم از گاز نگرفتیم. گاهی ما را نوکر انگلیس میسازن، گاهی نوکر امریکا میسازن. اگر من نوکر انگلیس امریکا باشم، نوکر انگلیس امریکا به میلیون دلار سرمایه داره، کدام بانک با اکاونت نمبر داره. همیشه شکایت خدا بر رب العالمین میکنید.